از پرزیدنت شروع کرده تا کشاورز همه درباره استقلالیت گپ میزنیم. ولی انصافاً کی برای استقلالیت تلاش کرد، مبارزه بود؟ من چرا گفتم که ما و شما باید همچون صاحب این سرزمین رفتار کنیم؟ بیاد از روی انصاف کنیم. امروز همه دعوای استقلال خواهی میکنیم. از پرزیدنت شروع کرده تا کشاورز همه درباره استقلالیت گپ میزنیم، با این فخر میکنیم. ولی انصافاً کی برای استقلالیت تلاش کرد، مبارزه بود؟ با بعضی ها استقلالیت امروزه منصب داد، مقام داد. تا وقتی منصب گرفتنش او زیر استقلالیت بود. زیر شعار و پرچم بعضی کشورهای دیگر با ما مبارزه بودند و میخواستند که تابعیت تاجیکستان را از پایتخت‌های دیگر برقرار کنند. ولی نتوانستند، نشد. اون دیگران نخواستند، کسانی که اینا میخواستند با اونو پیوست شدن نخواستند، گفتند شما مستقل هستید بروید. بعد مجبور شدیم که دولت رو بسازیم. وقتی که این دولت اینا مقام داد و منصب داد و پول داد و جایگاه داد، بعد گفتم عجب شیرین بود است این استقلالیت، چیزی خوبی بود است. چرا باید این همه مبارزه رو علیه استقلالیت کردم؟ هموطن خودم رو زدم، کشتم، بیرون کردم، مهاجر کردم. چیزی بدی نبود است. مادامی که چیزی خوب هست، پس همش باید از من باشد، دیگرها حق ندارن. حتی کسانی که برای استقلالیت مبارزه بردند و مهاجر شدند و سرکوب شدند، دیگر حقی درباره استقلالیت گپ زدن ندارند. در معرکه و مراسم ها و جشن ها دیگر اونها بیرون در هستند. استقلالیت مال یک گروه شد. بگذار چنین هم باشد، ولی فراموش نکنند که این ملت همش در یک جایگی صاحب این دولت است. درست است که یک گروه امروز در قدرت هستند، در منصب هستند. فردا کسی دیگر خواهد بود. من در صحبت تلویزیونی هم دیشب گفتم که یگان منصب دائمی نیست. نه برای پرزیدنت، نه برای وزیر، نه برای من وکیل، نه برای یگان کسی دیگر، نه مولا، نه خطیب. اونی که دائمی و ابدی هست حق سبحانه و تعالی هست، عدالت هست و حقیقت هست. اینا ابدی هست، دیگر باقی همش زائل هست، رونده هست.